سلام، خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون موضوعای کلافه کننده سلامتی. یعنی اون مشکلاتی که انگار هر کاری میکنیم از بین نمیرن. خب، بی معطلی بریم سر اصل مطلب. به این لیست یه نگاه بندازین. احتمالاً خیلی از شما با این چیزا درگیرین، نه؟ اون چربی سمج دور شکم که با ورزش و رژیم هم تکون نمیخوره. اون حس خستگی و خواب‌آلودگی شدید دقیقاً بعد از اینکه غذا میخورین. هوس‌های تموم نشدنی برای چیزای شیرین یا اون حالت مه مغزی که نمیذاره تمرکز کنین. حتی مشکل خواب و فشار خون بالا. خب، در نگاه اول اینا انگار هیچ ربطی به هم ندارن، درسته؟ حالا فکرشو بکنین، چی میشه اگه بهتون بگم اینا اصلاً مشکلات جدا از هم نیستن؟ چی میشه اگه همشون فقط علائم یه مشکل ریشه‌ای و پنهان باشن که اکثر ما اصلاً روحمونم ازش خبر نداره؟ این دقیقاً همون سوالیه که میخوایم به جوابش برسیم. خب، معمولا وقتی با این لیست میریم پیش دکتر، اولین چیزی که چک میشه چیه؟ دقیقاً قند خون. قند خون همیشه متهم ردیف اول. ببینید کل سیستم پزشکی و خب خود ما یاد گرفتیم که مشکل اصلی همینه، هایپرگلیسمی یا همون قند خون بالا. برای همین تمام تمرکز میره روی مدیریت این عدد و پایین آوردنش. در واقع تعریف پزشکی دیابت هم همینه. ولی بذارین یه چیزی بهتون بگم که شاید شوکه بشین. میدونستین کل مقدار قندی که توی تمام خون یه آدم سالم با قند خون نرمال وجود داره چقدره؟ فقط یه قاشق چایخوری. باورتون میشه؟ پس چطور ممکنه قند خون ما انقدر بره بالا؟ و دقیقاً همینجا نقطه انحرافه. وقتی ما فقط و فقط روی قند خون تمرکز میکنیم، در واقع داریم یه علامت رو کنترل میکنیم، نه اینکه مشکل اصلی رو از ریشه حل کنیم. این کار مثل اینه که سقف خونمون چکه کنه و ما به جای تعمیر سقف هی سطل زیرش بذاریم و خالی کنیم. خب، پس اگه مشکل اصلی قند خون نیست چیه؟ حالا وقتش پرده رو کنار بزنیم و ببینیم قبل از اینکه قند خون بالا بره چه اتفاقی داره توی بدن ما میفته. بیاین با مقصر اصلی آشنا بشیم. مقصر واقعی هایپر اینسولینمی هست. یک کلمه سخته ولی معنیش ساده است. انسولین بیش از حد توی خون. این همون شرایطیه که تقریباً هیچ وقت دکترها تستش نمی‌کنن، اما در واقع نقطه شروع تمام این ماجرا هاست. این همون مشکل قبل از مشکله. پس بذاری خیلی ساده بگم. قند خون بالا فقط یه علامته. علت اصلی انسولین بالاست. این انسولین بالا میتونه سالهای سال قبل از اینکه اولین بار قند خونتون بالا بره توی بدن شما وجود داشته باشه. اینجا یه تشبیه فوق‌العاده هست که قشنگ موضوع رو روشن میکنه. وقتی انسولین توی بدن خیلی زیاد میشه، سلول‌ها برای اینکه از خودشون محافظت کنن بهش بی‌توجه میشن. انگار که گوشبند گذاشتن. خب پانکراس برای اینکه صداش به سلول‌ها برسه چیکار میکنه؟ مجبور میشه فریاد بزنه، یعنی انسولین بیشتر و بیشتری تولید کنه. و وحشتناکترین قسمتش میدونین چیه؟ این جنگ خاموش توی بدن شما، یعنی فریاد زدن پانکراس و مقاومت سلول‌ها میتونه 10 سال، حتی 15 سال ادامه پیدا کنه. و شما توی تمام این مدت آزمایش قند خون میدین و دکتر میگه همه چی عالی و نرماله، در حالی که آسیب داره ذره ذره ایجاد میشه. خب حالا سوال اینه که این همه انسولین اضافی توی بدن چی کار میکنه؟ اینجاست که پای عضو خیلی مهم یعنی کبد به ماجرا باز میشه و میبینیم که چطور یه چرخه معیوب و خطرناک شکل میگیره. این پروسه چجوری پیش میره؟ ببینید همه چیز با یه رژیم پر از کربوهیدرات شروع میشه که باعث میشه انسولین همیشه بالا باشه. بعد از حدود 10 سال مقاومت به انسولین و کبد چرب شروع میشه و در نهایت بعد از 15 سال یا بیشتر پانکراس دیگه از فریاد زدن خسته میشه. تولید انسولینش افت میکنه و تازه اون موقع است که قند توی خون جمع میشه و دکتر به شما برچسب پیش دیابت یا دیابت رو میزنه. یه قانون ساده رو یادتون باشه. انسولین هورمون ذخیره چربیه. تمام. وظیفش اینه که قند اضافی رو از خون جمع کنه و تبدیلش کنه به چربی. و حدس بزنید اولین و راحت ترین جا برای انبار کردن این چربی کجاست؟ دقیقاً کبد شما. حالا فکر میکنین چقدر باید کبد چرب بشه تا این مقاومت به انسولین شروع بشه؟ شاید بگین 20%، 30%. نه. تحقیقات نشون میده وقتی فقط 1.85% از کبد شما چرب بشه، این فرایند میتونه شروع بشه. این عدد فوق‌العاده پایینه.
و اینجاست که اون دور باطل وحشتناک شروع میشه. انسولین بالا باعث کبد چرب میشه. کبد چرب مقاومت به انسولین رو بدتر میکنه. مقاومت بدتر به پانکراس سیگنال میده که حتی بیشتر فریاد بزنه و انسولین بیشتری تولید کنه و این چرخه همینطور خودش رو تشدید میکنه و روز به روز اوضاع بدتر میشه. خب تا اینجا همش خبر بد بود. اما خبر خوب اینه که این فرایند کاملا برگشت پذیره. اصلا ناامید نشین. حالا میخوایم بریم سراغ بخش هیجان انگیز ماجرا. راه حل. چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم؟ راه حل به طور شگفت آوری ساده است. اگه میخوایم مشکل رو حل کنیم، باید هورمونی که داره این مشکل رو ایجاد میکنه، یعنی انسولین رو بیاریم پایین. همین. تمام تمرکز ما باید روی کاهش انسولین باشه، نه فقط کنترل قند خون. برای این کار یه استراتژی 3 مرحله‌ای داریم. قدم اول و از همه مهمتر، کربوهیدرات‌ها رو به شدت کم کنیم، چون اونا اصلی ترین محرک انسولین هستن. قدم دوم، روزه‌داری متناوب رو به برنامه‌تون اضافه کنین تا به بدنتون فرصت بدین استراحت کنه. و قدم سوم، به طور منظم ورزش کنین تا حساسیت سلول‌ها به انسولین دوباره زیاد بشه و اون گوشبندها رو بردارن. خب، حالا چجوری کربوهیدرات رو کم کنیم؟ خیلی ساده است. به جای نون، برنج، پاستا و شکر، چربی‌های سالم مثل آووکادو، روغن زیتون و آجیل و همینطور پروتئین کافی بخورین. کربوهیدرات مورد نیازتون رو هم از سبزیجات پر از فیبر مثل کلم بروکلی و سبزیجات برگدار بگیرین. یه ترفند کوچیک ولی مؤثر همینه که به آبتون کمی سرکه سیب اضافه کنین. این کار حساسیت و انسولین رو خیلی بهتر میکنه. و در مورد روزه‌داری، این جمله رو باید قاب کنیم بزنیم به دیوار. اگه گرسنه نیستی، غذا نخور. ما عادت کردیم که دائم در حال خوردن و ریزه‌خواری باشیم. یادتون باشه هر بار که چیزی میخورین، حتی یه لقمه کوچیک، پانکراس شما انسولین ترشح میکنه. پس با فاصله انداختن بین وعده‌ها بهش استراحت میدیم. پس در نهایت برمیگردیم به همون سوال اصلی. آیا ممکنه کلید سلامتی، انرژی بیشتر و رسیدن به وزن ایدئال این باشه که دیگه با علائم نجنگیم و یک بار برای همیشه روی علت اصلی تمرکز کنیم؟ یعنی پایین آوردن انسولین. به این موضوع فکر کنین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین.